سلام بچه، حالتون چطور؟ امیدوارم که عالی باشین. عارف زهرابی هستم با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. خب میخوام در مورد خروجی گرفتن از فتوشاپ صحبت کنم واسه یه اینستاگرام. خب من یه عکس رو انتخاب کردم. یه سری اندازه ها و سایزا داره اینستاگرام که باید حتما اونا رو رعایت کنین، اگر نه خود اینستاگرام میاد و فشرده میکنه عکستون رو و تبدیل میکنه به اون الگوریتمی که خودش مد نظرشه. بعد سایزایی که داره، حالا بریم سراغ سایزاش. مثلا ابزار کراپ رو انتخاب میکنیم. من این عکس رو گرفتم، بعد واسه اینستاگرام حتما طبق الگوریتمای اون سایز عکسم رو انتخاب کنم. میام اول کراپ میکنم، ابزار کراپ رو انتخاب میکنم. از این قسمت یکی از سایزا و اندازه ها این 4 و 5 که روش کلیک کنم میتونم جابجاش کنم اینجوری باشه و یا اینجوری که حالت پورتره میشه. میارمش مثلا اینجا انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم و از این قسمت حالا سایزمون اوکی شده، ابعاد عکسمون، و میخوام خروجی بگیرم. الان فایل رو میزنم و از این قسمت اکسپورت سیو فور وب کلیک میکنم یا با میانبر آلت شیفت کنترل اس کلیک میکنم و این صفحه رو واسه من باز میکنم. صبر میکنم تا لود بشه. خب تو این صفحه کوالیتی رو میذارم روی 90 و این قسمت جی پی رو انتخاب جی پی جی رو انتخاب میکنم. تیک اپتیمایز رو حتما باید بزنیم. از این قسمت کانورت تو اس آر جی بی باید تیکش زده باشه و اینجا رو که کارش نداریم. کوالیتی هم میذاریم روی بی کیوبیک شارپر. خب این قسمت ایمیج سایزمون، اینجا میایم کوچکترین عدد رو میذاریم روی 1080. نکنین عدد پایینی خودش اتوماتیک تغییر میکنه به 1350. این دوتا اعداد نکنین 1080 1350 و 566. 566 کمترین عددیه که شما میتونین ازش استفاده کنین تو سایز عکستون. اگر کمتر از اون باشه اینستاگرام میاد و پیکسلاتون رو تقسیم میکنه و باید بزرگترش میکنه تا برسونه به اون 566. برای همین افت کیفیت به وجود میاد. پس باید سعی کنیم که عکسمون کمتر از 566 نباشه. خب این الان دیگه بهترین سایز 1080 در 1350 و از این قسمت سیو رو میزنیم و هر جا که میخوایم سیوش میکنیم و اوکی میشه. حالا این یکی از اندازه ها بود. من کراپ کردم. حالا اینجا بذاریم برگردونم. خب این عکس اصلی. سایز دیگه یا همون 54 بذاریم 54 هم باشه اینجوری. حالا من کراپش کنم، اوکی میکنم، اینتر رو میزنم و میرم منوی فایل اکسپورت سیو فور وب و از این قسمت دوباره میام عدد کوچیکتر رو میکنم 1080. من کنین عدد کوچیکتر رو کردم 1080 و خودش بزرگه شد 1350. اینم از این مورد. من میخوام همشو با هم بررسی کنیم که به مشکل نخوریم. و یه الگوریتم دیگه ای که داره سایزش 1:1 همون مربعی میشه. مثلا من الان کلیک میکنم، حالا بذاریم عکس رو برگردونم اول. خب این عکسمون حالا به صورت مربعی من الان میخوام کراپ بشه. خب میارمش پایین تر، اشتباه کردیم. خب یه کلیک میکنم، یه کوچولو میارمش میبرم بالا عکسو. خوبه. اینتر رو میزنم و دوباره میرم قسمت فایل. اینم بهتون بگم میتونین از این قسمت ایمیج، حالا اکثرا روی 72 هست، ایمیج سایز رو که بزنین اینجا سعی کنین همیشه رزولوشن روی 72 باشه. این قسمت. خب کنسل، میرم قسمت فایل اکسپورت و سیو فور وب. حالا داخل این قسمت نگاه کنین دوتا اعداد یکیه. خب اون کارا رو که همیشه باید انجام بدین. sRGB هم باید باشه. اینجا میزنم 1080 و دوتاش 1080 میشه و اوکی. قسمت بعدی که یکی از کارهای دیگه، یکی از سایزهای اینستاگرامه، یک بذارین من مثلا اینو بزنم اینجا 1.91 در 1 نکنین این سایز میشه. میتونین اینم بزنین برگردونین اینجوری. حالا من اینجوری میزنم، اینتر رو میزنم، اشتباه شد.
خب 1/1.91 اینتر رو میزنم. چرا اینجوری میشه؟ خب 1/1.91 اینتر میکنم. خب واسه هم نکنیم برشت. حالا من اشتباه رفته بودم تو رزولوشن، تو این قسمت باید بیام. خب الان 1/1.91 میام قسمت فایل و اکسپورت رو میزنم، سیو فور وب. اینجا نکنین دوباره عدد رو تغییر کرده، واسه همین میخواستم همه رو با هم تست کنیم. اینجا میام عدد کوچیکه رو میذارم روی چند 1080. نکنین عدد بزرگمون تغییر کرده، بیشتر از 1350 شده. ما نباید بیشتر از 1350 تو سایز عکسمون داشته باشیم، چون خود فتوشاپ میاره پایین‌تر، تبدیلش میکنه نسبت به اون الگوریتمش. برای همین الان ما میایم این عدد رو تغییر میدیم و میکنیم 1080. نکنین عدد بزرگی که کردم 1080 این شد چند 566. میخواین یه بار دیگه بیاین اکسپورت سیو فور وب. خب نکنین اینجا باید عدد بزرگ رو تغییر بدم. وقتی دیدم با تغییر دادن عدد کوچیک عدد بزرگ بالای 1350 شد، میام عدد بزرگ رو میکنم 1080 و نکنین عدد کوچیک شد 566. این الان اوکیه. سیو رو میزنم و میرم فولدر رو انتخاب میکنم و سیو. و یکی دیگه از سایزاشم که اینو بزنیم اینجوری میشه که خب حالا اینتر رو میزنم، دوباره اکسپورت از این قسمت. نکنین الان من اینو اگه 1080ش کنم عدد کوچیکو این دوباره بیشتر شد. برای همین میام عدد بزرگه رو میکنم 1080، این بهم میده 565. حالا یه دونه زیاد اشکالی نداره، 566 باید باشه که مسئله این نیست واسش. خب این بود از خروجی گرفتن از اینستاگرام. این چیزی که بهتون گفتم منوی ایمیج و ایمیج سایز معمولا همیشه روی 72 هست. شما اگه زیادش کنین اینستاگرام خودش میاره روی 72. این بزنین روی 72 باشه همیشه و اوکی رو بزنین، معمولا هست، ولی شما یه چک بکن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر سوالی در مورد خروجی گرفتن رو داشتین حتما بهم پیام بدین. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، مثلا اگر حالا با دوربین موبایل و چیزای دیگه عکس گرفته باشین این عددا شاید اینجوری در نیاد، مشکلی نیست. فقط باید بین 566 تا 1350 باشه که حالا مثلا یه عکس، حالا عکسی ندارم اینجا واسهتون مثال بزنم، ولی اگر حالا شما 1080 زدین و عدد بزرگش نشد 1350 شد 1300 هیچ مشکلی نداره، همونجوری سیو کنین و اوکیه. ولی بیشتر از 1350 و یا کمتر از 566 تا 565 نشه خیلی خیلی بهتر. لایک، کامنت، شیر یادتون نره. تا یه آموزش دیگه با عارف زهرابی، خدا نگهدار.